بیچاره میکنه حق الناس عاطفی. خانمی یه جوری گشت، این خانم ممکنه زن داداشم باشه، ممکنه همکارم باشه، ممکنه همکلاسیم باشه. خوب گوش کن. این خانم من دیدم ذهنم کلا به هم ریخت. این خانم من نمیشناسمش، فقط دیدمش. اون هیکلش میاد تو ذهن من مرد. خوب گوش کنید. من به خاطر اینکه خانم دیدم زندگیم عوض میشه، مسیرم عوض میشه، دنبال قضیه‌ای میافتم، از زنم بدم میاد، بعد از مدتی طلاق میگیرم، کلا زندگیم پاشید. این خانم به 7 سال نرسیده تو زندگیش کله ملق میزنه، چون انرژی منفی که به من فرستاد قطعا به خودش برمیگرده. اینو میگن حق الناس عاطفی. بیچاره میکنه حق الناس عاطفی. تو فکر کردی هر جور بگردی سرت خودت نمیاد؟ قسم میخورم میاد. بهش میگن چرخه کائنات، قانون کارما. آقا پسری که برگشتی به دختر خانم گفتی دوست دارم و دوستش هم نداشتی، فقط برای سر کار گذاشتنش، دختره برون حرفت حساب کرد، کل زندگیش عوض شد، روی باباش وایساد، به مامانش هم داد. بعد فهمیدن که کلا تو خالی بهم بودی. به والله تا 7 سال زندگیت کله ملق میشه. فکری شوخیه؟ میگن حق الناس معنوی بالاترین حق الناس. اگه به این مشاوره های دکتر عزیزی علاقه‌مندید، حتما این پیج رو فالو کن.